دادگاه نویه لوبلینوی شهر مسکو روز 23 ایول سال 2024 شهروند تاجیکستان محمد رجب ابراهیموویچ یوروف را که در بازار لوبلینو همچون گروش کار میکرد با جرم تبلیغات دینی دقیقترش برای تشکیل و امامتی نماز عید قربان با اشتراک 1000 نفر در بازار لوبلینو جریمه و از روسیه اخراج کرده است. حکم دادگاه الکی از 3 آگوست قوه قانونی گرفته است. بنا به معلومات پروندهش در خزینه سامانه دادگاه نویه لوبلینو محمد رجب یوروف حمال مرکز سودا و یارمارکه‌های مسکو به نام بازار لوبلینو معروف است صبح بر وقت 16 میلیون سال 2024 ساعت 06:00 دقیقه در سراغه شهر مسکو کوچه کراسنودارسک بنای رقم 66 مراسم نماز را تشکیل و خودش هم در آن اشتراک کرده است. یوروف به این ترتیب دست به فعالیت دینی تبلیغات دینی زده است. مشخصا او گردجمعی با مقامات محلی مصلحت ناشده شهروندان را در مکان جمعیتی برای گذرانیدن مراسم نماز تشکیل کرده خود را امام اعلام کرده است و بدون داشتن صلاحیت مربوطه برای انجام تبلیغات دینی از جانب شهروند خارجی دست به این کار زده است که با این عملش یوروف طلبات بند اول ماده 3 قانون فدرالی روسیه درباره آزادی اعتقاد و اتحادیه‌های دینی را پایمال کرده است. یادآور می‌شویم که روز 16 میلیون سال جاری مسلمانان عید قربان را تجلیل کردند که در برابر عید رمضان یکی از دو عید اعظم مهم در دین اسلام است. از بس که در مسجدهای مسکو جای کافی برای غنجاندن تمام مسلمانان خواهشمند اشتراک در نماز عید وجود نداشت و احتمال در مسجدها و اطراف آن جمع شدن ازدحام بزرگ و بسته شدن راهها به میان می آمد، مقامات پایتخت روسیه از قبل از مسلمانان ساکن شهر و ولایت مسکو خواستند که حد الامکان از رفتن به نماز عید به مسجدها خودداری کرده نماز عید را یا در خانه یا در یگان مکان مناسب به محل زیست خود ادا کنند. ولی دادرس دادگاه لوبلینو ایرا کراسووا تشکیل نماز عید در بازار لوبلینو را قانون شکنی دانست. آن هم در حالی که دادرس کراسووا های مسلمانی را از یکدیگر فرق نمی کند و در متن قرارش نوشته است که گویا محمد رجب یوروف روز 16 میلیون در بازار لوبلینو گردجمعی شهروندان را به مناسبت تجلیل پایان ماه رمضان تشکیل کرد. قرار معلوم عید رمضان امسال خیلی بروقت روز 2 اپریل تجلیل شده بود و روز 16 میلیون مسلمانان طور گفتیم عید قربان را جشن گرفتند. خود یوروف و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی در خبر دادگاه گفته می شود که او در جریان مرافعه خود را پورا گناهکار دانسته از کار کردش اظهار پشیمانی کرد. او گفت معلومات مخصوص دینی و صلاحیت انجام تبلیغات دینی را ندارد، ولی خواهش می کند که او را جزای سخت ندهند. با این وجود دادرس ایرینا کراسووا محمد رجب یوروف را بر اساس قسم 5 ماده 26 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری روسیه در انجام تبلیغات دینی از جانب شهروند خارجی با پایمال کردن طلبات قانون دین گناهکار شناخت و به جریمه و اخراج از قلمرو روسیه محکوم کرد. حکم دادگاه 3 آگوست به اجرا درآمده است. محمد رجب یوروف را تا روز دپارتاسیش باید در یکی از بازداشتگاه مهاجران خارجی پلیس مسکو نگاه بدارند.